سلام، هلیا هستم از رایان شبکه. میخوایم تو این ویدیو چند تا از ترفندهای کاربردی ویندوز رو با هم یاد بگیریم. تو این قسمت از ترفندهای کیبورد شروع میکنیم. وقتی که برنامه‌های زیادی و پنجره‌های زیادی روی صفحه شما باز هست، برای اینکه بتونیم پنجره‌ای که نیاز داریم و راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشیم، میتونیم با دکمه‌های Alt و تب بین برنامه و تب‌های بازمون جابجا بشیم و اونی که می‌خوایم رو انتخاب کنیم و بیاریم رو. در عین حال وقتی که نیاز داریم به صفحه دسکتاپ سیستممون دسترسی داشته باشیم و پنجره‌های خیلی زیادی باز هست، برای راحتی بیشتر میتونیم با کلید ویندوز و دی به راحتی به صفحه دسکتاپمون دسترسی داشته باشیم. بعضی اوقات بعضی نیاز دارن که چند تا دسکتاپ جدا داشته باشن تا کارها و برنامه‌های بازشون رو بهتر بتونن مدیریت کنن. میتونیم این کار رو با کلیدهای وین و تب انجام بدیم. برای خودمون میتونیم یک میز کار یا دسکتاپ جدا بسازیم و بعضی از برنامه‌های بازمون رو اونجا قرار بدیم. هر وقت هم که بخوایم میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم یا هر چند تا که بخوایم رو باز بکنیم. در این حال تو همین صفحه میتونیم برنامه‌هایی که از قبل باز کردیم به صورت یک هیستوری بهمون نمایش داده میشه. یکی از راه‌های سریع باز کردن فایل اکسپلورر گزینه وین و ای هستش، ویندوز و ای. خیلی راحت و سریع میتونیم پنجره رو برای خودمون باز کنیم. ممکنه پیش بیاد که شما میخواین از سیستمتون بلند شید، کار براتون پیش اومده و چند لحظه سیستم رو به حال خودش رها کنید و نمیخواین کسی به سیستمتون دسترسی داشته باشه یا صفحه سیستمتون رو ببینه. میتونید با گزینه ویندوز و ال صفحه دسکتاپتون رو قفل کنید و کسی نتونه بهش دسترسی داشته باشه. یکی از راه‌های سریع و کاربردی باز کردن تاسک منیجر گزینه کنترل شیفت و اسکیپ هستش. برای مواقعی که صفحتون قفل کرده، ماوستون قفل کرده، نمیتونید راحت تاسک منیجر رو باز بکنید و برنامه‌ای که نیاز دارید رو ببندید. پنجره ران یکی از پنجره پرکاربردیه که با کمک یه سری دستورهای خاص میتونیم به تنظیمات مختلف سیستممون به راحتی دسترسی داشته باشیم. چجوری میتونیم پنجره رو باز کنیم؟ با گزینه ویندوز و آر. بررسی کردن برنامه پوش هایی که بهشون نیاز داریم و خیلی راحت نمیتونیم خودمون بگردیم دستی پیداش کنیم، میتونیم از ویندوز و اس استفاده کنید و صفحه سرچمون باز میشه. بعضی اوقات ممکنه پیش بیاد که پنجره جلوتون باز هست و اون پنجره دچار یه سری باگ‌ها و اختلالات شده که هر کاری میکنید نمیتونید با این گزینه کلوز اونو ببندید. یکی از راه‌های ساده و سریع گزینه Alt F4 هستش که هر پنجره باز جلوتون رو میتونه ببنده. اگه همین گزینه رو یک بار دیگه بزنید و هیچ پنجره جلوتون باز نباشه، صفحه بهتون نمایش داده میشه که میتونید سیستمتون رو خاموش کنید، ریستارت کنید یا رو حالت اسلیپ قرار بدید. وقتی یه پنجره جلوی شما باز هست، مثلا این پنجره فایل اکسپلورر، میخواین پنجره رو تمام صفحه کنید. یکی از راه‌هایی که میشه این کار رو انجام داد گزینه ویندوز و آپ ارو کی میتونید پنجره‌تون رو تمام صفحه کنید و اگه میخواین از این حالت هم خارجش کنید گزینه ویندوز و داون ارو کی و همینطور وین با لفت ارو کی یا رایت ارو کی باعث میشه که پنجره‌تون رو به سمت راست یا چپ صفحه انتقال بدید. و وقتی که شما این کارو میکنید پنجره‌های باز دیگر رو کنار صفحه بهتون نمایش داده میشه که میتونید تصمیم بگیرید که الان در کنار پنجره باز سمت راست چپتون که قرار دادید چه پنجره دیگه رو همزمان در کنارش قرار بدید. بعضی اوقات نیاز دارید از صفحه دسکتاپتون اسکرین شات بگیرید. برای این کار نیاز نیست برنامه خاصی نصب بکنید. با گزینه ویندوز شیفت و اس از صفحه میتونید اسکرین شات بگیرید به صورت حرفه‌ای. میتونید با این گزینه قسمتی که میخواین انتخاب کنید، با این گزینه به این شکل صفحه که میخواین انتخاب کنید، یا حتی با گزینه کناریش میتونید پنجره های بازتون انتخاب کنید. چون من الان پنجره باز ندارم نشون داده نمیشه، ولی الان که نوتپد رو باز گذاشتم یا میتونید از تمام صفحه اسکرین شات بگیرید یا وقتی ماستون رو بیارین اون پنجره باز فقط از همون قسمت خودش براتون اسکرین شات میگیره. گزینه آخرم که تمام صفحه براتون اسکرین شات میگیره. برای تغییر نام فولدر یا فایل ایجاد شدهتون راههای متفاوتی هست، اما سریع‌ترین و یکی از بهترین راههای تغییر نام F2 هست. کلید F2 رو که انتخاب کنید خیلی سریع و راحت میتونید اسم فایل یا فولدرتون رو عوض بکنید. برای اینکه سریع و راحت به ستینگ سیستمتون دسترسی داشته باشید گزینه ویندوز و آی رو فشار میدید. ستینگ ویندوزتون براتون باز میشه.
اگر بخواید یک متن یا فایل رو سریع کپی کنید، از کنترل C استفاده میکنید برای کپی کردن و برای پیست کردنش از کنترل V استفاده میکنید. اگه هم بخواید اونو کلا از یه جای برش بدید و یه جای متفاوت قرار بدید، یعنی به قولنی منتقلش بکنید، از کنترل X استفاده میکنید و هر جای دیگه که بخواید با کنترل V دوباره میتونید پیستش کنید. اگه هم اشتباهی پیش اومد، با کنترل Z میتونید برگردید و اشتباهتون رو اصلاح کنید. برعکس عملیات کنترل Z که بهش ریدو میگن، کنترل Y هستش. امیدوارم این ترفندا براتون مفید بوده باشه. اگه دوست دارید ترفندهای بیشتری از ویندوز و کامپیوتر یاد بگیرید، حتما ما رو دنبال کنید. در ویدیوی بعدی هم نکات کاربردی بیشتری رو با هم بررسی میکنیم. مرسی که همراه ما بودید.